بخشای از این شهر بیش از 2000 سال پیش ساخته شده، بخشای هم قبل از او. داستان بزرگی که این شهر داره ایه که همش مردم هی میساختن، هی زلزله میشده، هی ویران میشده، باز میساختن. این شهر رو یک از خطای زلزله، به او خاطر بارها ساخته شده، بارها ویران شده، بارها ساخته شده و ویران شده. حالا ما میریم این طرف ببینیم چی خبره. یک سری چیزا یعنی واقعا هرچی میریم چیز جدیدتر و زیباتر میبینیم از دنیای باستان. افسانه دروازه جهنم به شهر اتفاق افتاده. یعنی جایی که مردم باور داشتن که اینجا دروازه جهنمه. سالها قدیم که مردم به رعد و برق و نمیفهم پایه و بارون خیلی زیاد، وقتی که این چیزا اتفاق میافتاده فکر میکردن که ها خدا یک جنگ خدایانه یا ناراحتی خدایانه. او زمانا و زمانی که روم چند خداییه بوده، اینجا معابدی وجود داشته و یک غار اینجا وجود داشته که گاز، یک نوع گاز در اون غار وجود داشته، اسم گاز یادم رفته بره فعلا. یک نوع گاز در این غار وجود داشته که آدم وقت داخل میشده میمرده، هر کی هر زنده جانی وارد میشده میمرده. به همون خاطر این چیزا، این کائنا از این سوء استفاده میکردن، کائنا از این سوء استفاده میکردن، میرفتن میگفتن اینجا دروازه جهنمه. مردم اینجا به دروازه جهنم یاد میکردن یا میشناختن، به اونجا دروازه جهنم میشناختن. بعدش کائنا از این چیز سوء استفاده میکردن، اونا فهمیده بودن که اینجا گازه، مردم می آوردن با چیزا، به حساب خود اینا می آمدن با پرنده ها، با پرنده های کوچیک و با گاو های نر و اینا که قدرت خیلی زیادی داشتن، اینجا وارد میشدن و وقتی وارد میشدن اینا همه این چیزا اینجا میمردن، به حساب داخلی دروازه‌ای که وجود داشته میمرد، داخلی غاری که وجود داشته میمردن و فقط تنها کسایی که زنده میامدن همین کائنا بودن. کائنا برای مردم تلقین کرده بودن که اینا قدرت ماورایی داره، وقتی داخل جهنم میرن، دروازه جهنم اینجا، وقتی داخل جهنم میرن زنده برمیآین. همه کائنام نبوده، چند تا کائن خاص بوده در دورهای مختلف که اینا همه چیز به همدیگر یاد داده بودن. اینا گاوار می آوردن، انسانان می آوردن، پرنده‌هایی که خیلی کوچیک بوده زود فوت میکردن، یعنی میمردن. و گاوام همچنین حیوانات. و این کائنا یاد گرفته بودن این گاز سنگین‌تر از هوا بوده، بالای غار همیشه هوا وجود داشته، پایین غار گاز بوده. میرفتن اینا هوای بالا استشمام میکردن، به حساب تنفس میکردن و بعد از او اینا هوای بالا رو تنفس میکردن، بعد از او هوای پایین گاو و اینا که بوده بعد چند ساعت میمرده. خود اینا پیروزمندانه بیرون میآمدن از این گاز هم همیشه نبوده. حالا که تحقیق کردن اینجا مشخصه، نگاه کنین عکس دقیق چیز کشیده او دروازه‌ای که وجود داشته که کاملا جلوی حتی ساختمون ساخته بودن و چیز کرده بودن. بعدش که کائنا یاد گرفته بودن، روزا میرفتن به حساب صبح گاز میامده تمام غار میگرفته، بعدش سر شب گاز پایین میرفته و سر شب گاز بالا میامده، روز به حساب صبح گاز پایین میرفته و اینا میرفتن شب اونجا میموندن، صبح میامدن زنده میامدن بیرون و به مردم تلقین میکردن که اینا قهرمانایی ان، اینا به حساب یک سری چیزا ماورایی دارن که میرن داخل غار از خداها از این چیزا به حساب کمک میگیرن و زنده میمونن. گاوای نر بزرگ کلون اینجا میمرده، خود اینا زنده میمونده. این دروازه جهنم یکی از پررموزترین جاهای عصر باستان بوده که امروز خیلی ساده معمایی رو در آورده و این کلاهگذاری، کلاهبرداری کائنات همه امروزه خیلی راحت مردم با علم و اینا فهمیدن دیگه به خداها و نمیفهمم خداهای دیگه دوباره زیاد کسی باور نداره به کائنات. نه اینجا بوده فکر کنم، فهمیدی؟ یا اونجا بوده؟ ها اونجا بوده. دقیق اونجا همون سوراخی که اونجا میبینن او دروازه جهنم بوده احتمالاً. نمازگزارا یعنی مردمی که می آمدن برای عبادت اجازه نداشتن اونجا بیاین، یعنی کسی اجازه ورود نداشته، هر کی میرفته میمرده. به اون خاطر کسی همه میترسیدن، وحشت میکردن که اونجا بره. نمازگزارا می آمدن اینجا، تقریبا 800 تا 1000 نمازگزار می آمدن اینجا جمع میشده، بعد کاهن اعظم می آمد از اونجا به حساب که میرفته، بعد یک روز می آمد بیرون زنده می آمد. گاوای نر و مرده و قربانی می آمدن اینجا به نمایش میگذاشتن جلوی مردم.
اینجا به نام آپولون یاد میشه. این مجسمه پشت سر میبینین گم شده بوده، بعد از او به کمک گم شده، به حساب شکسته و خراب شده، بعد از او به کمک اسکن سه‌بعدی این ساختن جدیدن اینجا گذاشتن، این قبلا نبود. خیلی قشنگه. یعنی افسانه ها مردم به چی چیزایی باور دارن، خرافات دینی. او زمان مردم به یک طریق بازی میدادن، دیگه ادیان هم مردم به یک طریق دیگه بازی میدادن. آمفی‌تئاتر شهر هراپولیس، شهری که شهر خدایان یاد می‌شده. این آمفی‌تئاتر 150 سال بعد، یعنی در دوره 150 ساله ساخته شده. این آمفی‌تئاتر و تمام این شهر در منطقه زلزله‌خیز وجود داره. اینا بارها زلزله آمده و ایران شده و دوباره ساختن، بارها زلزله آمده و ایران شده و بازم دوباره ساختن. و یعنی هیجان زده شدم وقتی اینجا خیلی زیباییه. به نظر میاد خیلی هم سالم مونده، واقعا خیلی سالم مونده. سنگا بزرگ کلان بوده، بزرگ بوده و به خاطر سالم مونده. میبینید دیگه اینجا جای جنگ گلادیاتورها بوده و ورزشکارا می آمدن، شاید حیوانات رو به هم به جنگ مینداختن برای تفریح شاه‌ها، فقط برای تفریح شاه‌ها انسان‌ها و حیوانات و اینا کشته می‌شدن. اینا بخش‌های مختلف بوده. مردم عادی به یک سری از مردم دعوت می‌شدن، مردم عادی اینجا می‌شدن، یک سری مردم در اون بخش می‌شدن و شاه‌ها و چیزای دولتی اونجا می‌شدن. و خدای آپولو شهر یک خدای دیگه از خدای یونان باستان که پدر زیوس بوده، مادر یک هستیده بوده، در این شهر بوده و با احترام او یک سری کارا اینجا انجام میدادن. ما هنوز میبینیم اونجا دروازه‌ای وجود داره که احتمالاً از اونجا چیزا میآمدن، همین گلادیاتورها و حیوانات و اینا رو اعلام می‌کردن که وسط بجنگن. واقعاً گاهی وقت به گذشته به این عظمت و اون کارهایی که اینجا می‌کردن آدم تضاد زیادی می‌بینه. اینجا یه عظمت می‌بینه آدم هیجان زده میشه واقعاً. با چی بگم دیگه، به حساب 2000 سال پیش بگی با عظمتی منطقه ساختن، اما وقتی که میفهمم که شاه برای تفریح و اینجا آدم می‌کشتن، آدم‌ها رو جون هم می‌انداختن، واقعاً تأسف‌باره. بریم ما پایین‌تر می‌بینیم. هوا بسیار گرمه البته برای ماها. اینجا گرمه، 10 کیلومتر پایین‌تر بارون میباره. دیروز هم همین رقم بوده. از نفس افتادم. من فکر میکنم یکی از خوشبخت‌ترینایم که اینجا دیدم. همیشه دوست داشتم یک تئاتر رومی یونانی رو ببینم. امروز قسمت شد. من هیچ شهر زندگی کرده بودم اما نیومده بودم اینجا. عرق از سر روم میشاره. یکی از عجایب این چیز سازه ایه که وقتی در اون نقطه بالایی قرار میگیری هیچ جا مرکز نیه. هر چی میرفتم، حالا من نمیفهمم، هر چی نشنیدم، اما خودم و چند تا مسافر دیگه بازدید کننده دیگه بودن که هر چی میرفتم مرکز نمیدونم، یا فکر میکردم از مرکز تیر شدم یا قبل مرکز نقطه بالایی. امیدوارم از این لذت برده باشه. بریم بالاتر ببینیم چی خبره. حالا ما به او دروازه ورودی شهر هیراپولیس، شهر قدیمی هیراپولیس، شهر مقدس به حساب. معنای هیراپولیس شهر مقدس به یونانی و رومیه، یک همچی چیزی. شهر مقدس معنی میده. ما حالا به حساب در ورودی شهر راه مرکز به حساب راه ورودی شهر میره.
البته ما به سمت بیرون شهر میریم. اون زمانا این شهر مقدس بوده. قبل و به پاکیزگی خیلی اهمیت میدادن. قبل ورود به شهر یک حموم وجود داشته و در خروجی ورودی های شهر که خروجی ورودی حساب میشده، مردمی که به این شهر باید وارد میشدن اول حموم میکردن، خود پاک و منظم میکردن تا میتونستن به این شهر خدایان وارد بشن، به شهر مقدس. یک لحاظ پاکیزگی خیلی خوب بوده که با پاکیزگی اهمیت میده. اما این شهر مقدس که دادن به خاطر همون دروازه جهنم و آپولو و این سری چیزا، این بالای یک از اون حماماییه که وجود داشته در قدیم، حالا ما نمیبینیم. و قبر فیلیپوس رسول یا عزیز فیلیپوس، یکی از حواریون مسیح، شاگردهای مسیح، دقیق اونجا میبینن قبره، یکی او بالا یکی اینجا. خیلی چیزه، او مثل یک صندوق افتاده چارکنج و یک بالاتر از او دقیق اینجا، این هم مثل صندوقه. طوری که قبلا گفتم این شهر یک از شهرهای که بعد از مسیحیت مرکز تبلیغات مسیحی بوده. اولی شهر خیلی در مورد پذیرش مسیحیت به حساب مقاومت کردن، اما بعداً این شهر شده یک از مکانهای تبلیغ، یعنی گسترش دین مسیح، تبلیغ هم نه، گسترش دین مسیحیت به دنیا. اینجا هم یکی از کلیساها، از اولین کلیساها بوده که اینجا ساخته شده. یک کلیسای کوچک که در قرن چندم بوده نمیفهم، حالا شاید قرن چندم بوده نمیفهم، اما یکی از کلیساها بوده، از کلیسای خیلی قدیمی. شهر بره فعلا مسلمان نشینه و کاملا مسلمان نشینه، مسیح خیلی کم داره. از او بوده. اینا شاید طاق محراب و مسجد و چیزی بوده. اینا از اونجا بگذاریم که حالا ما باید یک جا دیگه بریم. اینجا قبر فیلیپ رسول، یکی از 12 حواریون مسیح، شاگردان مسیح که در انجیل هم گفته شده، یعنی در عهد جدید که انجیل میشه، ما افغان ها به او انجیل میگیم. اینجا فیلیپ رسول برای تبلیغ دین مسیحیت آمده بوده به این شهر. مردم گرفتن او به خاطر اینکه دین جدید قبول نمیکردن، او گرفته بودن و میخواستن اعدام کنن، به حساب به صلیب کشیدن. حالا میریم قبر رو به شما کاملا نشون میدم. اینجا دقیقاً اینجا برای فیلیپ رسول مقبره ساختن. این مقبره اویه. شهر مسلمان نشینه، کشور مسلمان نشین زیاد نمیرسن. اگه باز بیاین جلوتر ما بعداً اینجا نشون میدم. بعد از اون بعدها به خاطر از اون دو تا حوض فکر دور و بر، طوری که من خوندم دو تا حوض دور و بر از این ساخته بودن که برای فعلا ویران شده دیگه، زیاد اهمیت نداره برای اینا. اون ورم که جلوتر نشون دادم اونجا که بعد از چیز کلیسا اینجا یک چیزی بوده، چشمه بوده که او می آمده و نمیدونم چشمه شفا بوده و چی بوده. این اصلا کلا این منطقه آیا به خاطر مواد معدنی که داره شفا بخشه، به خاطر به هر دینی که آمده اینجا مرکز شفا بوده و مرکز خدایان و اینا بوده. این پایه ها هم که میبینین از سبک قدیم روم و یونان و اینا خیلی زیبایه.